بسم الله الرحمن الرحیم. این خیرخواهی است. خواهید نخواهید خیرخواهی است، زیرا که دعوتی که ما میکنیم به سوی نجات است. دعوتی که ما میکنیم به سوی خوشبختی در این دنیا و آخرت است. دعوتی که ما میکنیم به سربلندی و عزتمندی است. دعوتی که ما میکنیم، این دعوت نتیجه اش همنشین شدن با رسولان و انبیاء و شهدا و صادقان است. و بالاخره این دعوت نتیجه اش، دعوتی که میکنیم همین است که بریزاگی الله نائل بشوید، جمال الله را ببینید و فراموش نکنید که شما به این دنیا به خاطر چی آمدید. این بزرگترین خیرخواهی دعوت کردن به سوی توحید است. از این دیده دیگر خیرخواهی نیست. برادر سوال کردن که این طالب علم ابو محمد مدنی دعوت میکند، برادر گفتن همین خیرخواهی است. قسم به الله بزرگترین خیرخواهی به مردم این دعوت کردن آنها به سوی توحید است. همه پیامبران خیرخواه ترین انسان ها به قوم خود بودند، از اونها دیگر خیرخواه تری نبود. و امروز خیرخواه ترین مردم همون کسانی هستند که در قوم خود به سوی ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت دعوت میکنند که یگانه الله عبادت کنید، عبادت نمایید و از طاغوت اجتناب نمایید. سبحان الله. دعوت به سوی جنت این خیرخواهی نیست، زیرا که کسانی دیگری هستند که دعوت به سوی غلامی، دعوت به سوی طاغوت پرستی، دعوت به سوی جهنم و دعوت به سوی کفر شرک میکنند که این البته بدترین نمودی عمل و این هیچ خیرخواهی نیست، این بدخواهی برای مردم است. برای این اصل شریعت وقتی که علما رو میبینید که درباره مقاصد شریعت در علم مقاصد شریعت صحبت میکنند و میگن که اصل قصد شریعت خیرخواهی به مردم است. همین شریعت در آخر اگر مختصر بگوید مقصد شریعت چیست، چرا الله پیامبران را فرستاد، مقصد چیست، چرا دین چی مقصد دارد؟ مقصد این است که الله به تو خیرخواهی میخواهد، الله به تو نیکویی میخواهد، الله به تو بهترین بودن در این دنیا و در آخرت را میخواهد. تو اختیار داری که انتخاب بکنی این دعوت را یا انتخاب نکنی. اگر انتخاب کردی از خیر بزرگ نائل شدی، خوشبخت شدی، سعادتمند این دنیا و آخرت گشتی و عمر ابدی که تو در آینده داری بعد از مرگت که این مرگ نیست و حیات حقیقی است، ابدالابد در نجات هستی. وقتی که به همین دعوت شدی، رفتی پیوست شدی و قبول کردی. اما وقتی که روی گردانیدی، هیچ ز الله و رسول و به دین الله و رسول و به موحدین نمیاری. چه خیلی که هزارها مشرکین مردند و رفتند، چه خیلی که ابو جهل و دیگر از مشرکین مردند و رفتند، فرعون و هامان و نمرود بلشکرانش هزارها رفتند. میروی و در روز قیامت همراه اونها حشر میشی. به هیچ کسی ضرری نیست، ضرر به خودت است، به نفست است و حیات ابدیه که در روبروی تو است دو هست، یا جنت است یا جهنم. و تو همین روز تو خودت رو، عملت رو اختیار میکن که به سوی جنت رفتن میخواهی، به رضاگی الله رفتن میخواهی، یا که به سوی جهنم و به غضب الله سبحانه و تعالی. دعوتی که ما میکنیم چی است؟ چیزی زیادی گفتیم، چیزی بدی گفتیم و چی کاری بدی دعوت کردیم؟ مگر دعوت ما همین نیست که ای مردم لا اله الا الله را بگوید و معناش را بفهمید؟ ای مردمی که شما بسیار لا اله الا الله میگید معناش را نمیفهمید، بفهمید که پشیمان میشوید، جاهل نمانید. دعوت به سوی دین است، دعوت به سوی عمل است، دعوت به سوی سعادتمندی خوشبختی است. و چیزی دیگری کرد؟ بله، اگر موحد شدی تو انسانی با آداب و با اخلاق هستی. هیچ انسانی موحد از او به آدابی یا نو اخلاقی بیرون نمیشود، به خاطر اینکه حجی موحد قرآن و سنت است و قرآن از اول تا آخر این چی است؟ این است. اما ما به این دعوتمون از کسی اجر نمیخواهیم. قسم به الله هیچ وقت انتظار نبودیم که کسی ما را بگوید که
رحمت به شما، شکران به شما، این چیز رو ما انتظار نیستیم. هر دعوتگری طالب علم اهل سنت و الجماعت نیتش ان شاء الله همین است و همین باشد که انتظار رحمت و تشکرگویی شما نیستیم. ما از این چیزی بزرگ رو انتظار هستیم، چیزی خیلی هم بزرگ. این رضا بودن الله از ما است. این عملها رو به خاطر رضا شدن الله. از همین جهت هر تحقیر در این بگویم راه دعوت به ما شد، هر دشنامه، هر تهمت، هر چیز شد، اگرچه بعضیش برای ما سنگین است و وزنین است، اما صبر میکنیم و ما اجرش را از الله میدانیم و البته که فقط و فقط میخواهیم که از ما الله راضی باشه، نه کسی و چیزی دیگه، الله سبحانه و تعالی. برای ما به این چیزها اهمیت نمیدیم. نه اینکه ما به همون راضی هستیم، ما راضی نیستیم. این تهمت ها و این دشنام ها همش باطل است و دروغ است و بهتان است، لیکن مشغول شدن ما به این چیز، این بیرون شدن از منهج پیامبر است. پیامبر را دشنام دادن، حقارت کردند، تهمت کردند، پیامبر مشغول نشدند، بلکه مشغول به همون دعوت خود شد. اون که پیامبر را طعنه زدند که اعوذ بالله دوست داشته ترین زن رسول الله عایشه را طعنه زدند به ناپاکی. مگر این به پیامبر سنگینی نبود؟ مگر به پیامبر سخت نبود؟ ولی سخت بود. پیامبر را اذیت دادند و دشنامش کردند. پیامبر گفتند یؤذینی، مرا اذیت میداد. کی مرا از همون اذیتی که مرا میداد خلاص میکند؟ اذیت هست، لیکن بارک الله فیکم از دست ما غیر از صبر دیگر چیزی نیست. همین است که ما آموختیم، چندین سال که آموختیم. علم است و عمل است و دعوت است و صبر است. علم بی دعوت فایده ندارد. علم آموختی دعوت کردی عمل نکردی فایده ندارد. علم عمل دعوت، باید علم عمل دعوت. بعد از این صبر نداشته باشیم کارها ویران میشود. باید صبر داشته باشیم. دعوتگر مهمترین چیز در راه دعوت صبر است. برای همین الله سبحانه و تعالی به پیامبر گفت کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر نما ای پیامبر، ای محمد صبر بکن، چگونه ای که پیش از تو همون رسولانی که اولو العزم بودند، بزرگترین رسولانی که بودند، از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی صبر کردند، تو هم صبر کن. پیامبران در این راه کشته شدند، پیامبران در این راه زنده به زنده بریده ذبح کرده شدند. الله چقدر اذیت و آزار به خاطر توحید. لیکن همین پیامبران چی میگفتند؟ اعبدوا الله، یگانه الله عبادت کنید، ما لکم من اله غیره، شما غیر از الله دیگر الهی ندارید. این طاغوت هایی که خود را اله میگن، اینها یک انسان هستند، اینها یک طاغوت هستند، اینها ناچیز هستند. و این چیزهایی که غیر الله میپرستید اینها همه مخلوق هستند. شما به سوی الله بیایید، هیچ چیزی نیست. انمین است اساس کفر به طاغوت، ایمان به الله. همین دعوت ما زیادی این بسیاری از اهل بدعت را رنجانده، طاغوت پرست را رنجیده، حزبی ها از ما رنجیده. اینها زیرا که مشرک هستند، مشرک ها از دعوت ما میرنجند. عازری های گمراه کفار از ما رنجیده، جهمی ها رنجیده، اشعری و ماتریدی که به کفر به دروازه های گوناگون واقع شدن رنجیده. البته که همه نمود قبولی ها رنجیده. هر کسی میرنجد برنجد، اما این راه ما باید ادامه یابد به توفیق الله سبحانه و تعالی، به کمک الله، به توفیق الله سبحانه و تعالی و به فضل و کرمش در این راه ان شاء الله می ایستیم و از هیچ کسی اجر پاداش رحمت رو انتظار نیستیم. کسی گفت جزاک الله خیرا، کسی نگفت بارک الله فیک، و کسی دشنام داد الی الله نلتقی، کسی دشمنی کرد الی الله نلتقی. در وقتی که به سوی الله رفتیم در نزد الله روبرو میشویم و در همون جا به این دشنام و به این تهمت و به این طعنه به این منهج همه به هر یک سخنش جواب میگن. انا همین است که انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. وقتی که طعام میدادند سلف صالح، وقتی که طعام میدادند یعنی نیکی میکردن، میگفتند که به ما رحمت نگویید، جزاک الله، یا دعا نکنید، ما این طعامی که میدیم لوجه الله میدیم، از شما نه جزا میخواهیم نه شکر میخواهیم. این دعوت ما معینا همین است، نه جزا و نه شکر. این به خاطر الله است سبحانه و تعالی. فقط ما میخواهیم که
برادران موحد و خواهرای موحده ما در حق من مسکین، یک بگویم عاجز و ناتوان، یک بنده ضعیف که انسان هستم، معصوم نیستم. من یگانه معصومی که ما داریم این پیامبر صلی الله علیه و سلم و رسولان بودند. من معصوم نیستم، من خطاکارم، من گناهگارم، من عاجزم، من یک بنده هستم. روزی می شود ببینید غضب است، روزی می شود کمبودی هست. بالاخره با وجود این همه کمبودی ما به قدر استطاعت پیش می رویم. خواهش من این است که در حق ما دعا بکنید که الله حفظمون بکند و ثابت قدم نگه بدارد و پناه به الله میبریم از این لغزش ها، از گمراهی ها، از خودخواهی ها. الله میگیم که قلب ما را از نفاق، عمل ما را از ریا پاک کند و نشود که ما برای شما یک کپرک پل باشیم، شما به بالای ما روید به جنت و ما به جهنم. اعوذ بالله. پناه به الله میخوام، پناه میبرم از کپرک شدن و پل شدن برای مردم، بلکه من جنت الله را میخواهم، رضاگی الله را میخواهم. این عمل به رضاگی الله هست. از همینجا دعا بکنید که ثابت قدم باشیم و حسن خود نصیب بکند. اما شما ما را معصوم نگویید و ما غلو نکنید. چیزی که به حجت گفتیم نظر بکنید، چیزی که بدون حجت گفتیم ترک بکنید. خطا کردیم بگوید که خطا کرد انسان است. درست گفت خطا کردم از من است تو از شیطان است. درست گفتم از جانب دین شریعت گفتم، به حجت گفتم، قبول بکنید و همین است. همین است. بارک الله فیکم. یگان چیزی دیگری نیست، یگان چیزی سخت وزنی هم نیست. با همین صحبت خود امروزه را میرسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت